بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه به سبب طلب بعضی از یار و دوستان و شاگردها به نوشتن کتاب مناظره شروع کرده بودند. مناظره ای که بین امام شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه رحمت الله علیه و بین علمای چهار مذهب و مفتی ها و بین هر یک آدمی که سوال داشت و اشکال داشت در سه مجلس با امر سلطان مسلمان ها برپا گشته بود و ما در حلقه چهارمین آن هستیم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در نقل آن مناظره حادثه که شده بود گفتند که ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقتی که مسئله قرآن آمد، یعنی چطوری که در درس های گذشته گوش کردید، کمال الدین زملکانی یکی از عالم های برجسته عقیده واسطیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه را در حضور جانشین سلطان و در حضور تمام علماهای چهار مذهب از مفتی ها و قاضی ها و علمای مشاهیر که در بین امت سخن آنها قبول بود و معتمد بودند جمع شده بودند و در حضور آنها کمال الدین زملکانی جمله به جمله میخواند. کسی اگر اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را بیان میکرد. شیخ الاسلام گفتند که وقتی که مسئله قرآن آمد و در آنجا گفته شد که از ایمان آوردن به الله این است که ایمان آوری به آنکه قرآن کلام الله است، غیر مخلوق، قرآن مخلوق نیست، منه بدأ و الیه یعود، قرآن از جانب الله شروع شد و باز به سوی الله تعالی قرآن برداشته میشد، باز میگردد. نازع بعضهم فی کونه منه بدأ و الیه یعود و طلب تفسیر ذلك. بعضی ها در همینجا کشاکشی کردند و گفتند که در مسئله منه بدأ و الیه یعود، از الله تعالی شروع شد و باز به الله تعالی برمیگرده. در همین مسئله گفتن که طلب و تفسیر ذلك، این گپ تفسیر کن چی معنا دارد. گفته طلب کردم. فقلت، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که پس من گفتم اما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال ادركت الناس منذ 70 سنه يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. گفتم که اما این قول باشد، این مأثور و ثابت است. مأثور یعنی با سند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از صحابه های تابعین به ما رسیده آمده است. این اثر است، ثابت است. ثابت یعنی مستحکم، صحیح. عن السلف، از سلف یعنی از صحابه ها و تابعین و تبع تابعین، مثل آن نقلی که عمرو ابن دینار کرده است. گفت است که عمرو ابن دینار یکی از علماهای برجسته که امام مالک رحمت الله علیه علم نگرفته بودند و از عمرو ابن دینار علم نگرفتن عیب حساب میشد. بنابراین امام مالک را عیب کردند که برای چی از عمرو ابن دینار علم نگرفتی. گفته بعد گفته بودن سببش را که در درس های اول گفته گذاشته بودیم. قال، خلاصه عمرو ابن دینار گفتن که ادرکت الناس منذ 70 سنه. ببینید امام مالک تبع تابعین هستند، عمرو ابن دینار تابعین است. میگوید که من 70 سال این جانب مردم را دریافت کردم، یعنی در مدت این 70 سال آن علما و آن صحابه و آن کبار تابعین، امام های مسلمان هایی که من شاهد شدم، همه آنها یقولون، میگفتند که الله الخالق، الله تعالی خالق است، و ما سواه مخلوق الا القرآن، غیر الله تعالی دیگر همه چی مخلوق است غیر قرآن. فانه کلام الله غیر مخلوق، چون که قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. منه بدأ و الیه یعود، از الله تعالی شروع شد باز به سوی الله تعالی برمیگردد. ببینید عمرو ابن دینار این را از 70 ساله علمایی که دریافت کرد نقل کرد. وقد جمع غیر واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي صلی الله علیه و سلم و الصحابه و التابعین. و در حقیقت غیر یک کس، یعنی یک چند علما، آثاری که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از صحابه و از تابعین آمده است در این باره نقل کردند.
جمع کردن روایت ها را. کالحافظ ابی الفضل ابن ناصرین، مانند حافظ ابی الفضل ابن ناصر، و الحافظ ابی عبدالله المقدسی، مانند حافظ ابی عبدالله المقدسی. اینو جمع کردن آثار را. و اما معناه، اول نقل را اثبات کردن که این نقل از گذشتگان ثابت است گفتن. اما معنای این سخن باشد چی است؟ فإن قولهم منه بدأ. ببینید فإن قولهم گفتن، البته قولی آنها، قولی که یعنی قول صحابه ها، تابعین، تبع تابعین، نه قول شیخ الاسلام ابن تیمیه در عصر 700. این نقل است، یعنی قول شیخ الاسلام نیست، نقل است، نقل از سلف صالح است. شیخ الاسلام از پیش خود چیزی نگفتند، آن چیزی که از آنها نقل شد همان را به ما نقل کرده استادند. گفتن که فإن قولهم، البته قول آنها، منه بدأ، از الله تعالی شروع شد. یعنی چی؟ ای هو المتکلم به، یعنی الله تعالی ذاتی است که قرآن را سخن کرده است، گفته است. و هو الذی انزله من لدنه، الله تعالی ذاتی است که قرآن را از پیش خودش نازل کرده است. لیس هو کما تقول الجهمیه، قرآن مثل سخن جهمیه نیست که انه خلق فی الهوا او غیره، الله تعالی سخنش را در هوا خلق کرده باشد یا در غیر هوا سخن را الله تعالی آفریده باشد. نه، او بدأ من عند غیره، یا مانند قولهاشان که بدأ من عند غیره، قرآن از پیش غیر الله تعالی شروع شده است. یعنی اولین ذاتی که قرآن را تلفظ کرده است و گفته است الله نه، غیر الله می گفتند جهمی ها. و اما الیه یعود، اما قولی سلف الیه یعود، قرآن به سوی الله تعالی برمیگردد، معناش چی است؟ فانه یسری به فی آخر الزمان، چون که در آخر زمان قرآن برداشته میشد از روی زمین، من المصاحف و الصدور، از مصحف ها و از قلب ها که حافظ ها آن را حفظ کرده بودند. فلا یبقى فی الصدر منه کلمه، در قلب یگان کلمه از قرآن نمیماند. ولا فی المصاحف منه حرف، و نه در مصحف ها یگان حرف باقی نمیماند. و وافق علی ذلك غالب الحاضرین و سکت المنازعون. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که اکثر حاضرها به این سخن موافقت کردن، گفتن راست میگوید، درست است، نقل ها هست، معناش هم چه خیلی که ابن تیمیه گفت همین خیر است. و سکت المنازعون، منازع ها سکوت کردن. منازع یعنی کشمکش کننده ها، اعتراضگرها، آنها سکوت کردن. و خاطبت بعضهم فی غیر هذا المجلس، در این مجلس، این مجلس 3 مجلس بود، در این مجلس و در غیر این مجلس من بعضی از اهل نشست را خطاب کرده بودم، گفته بودم که بیان اریته العقیده التي جمعها الامام القادری، به آنها به این طریقه که عقیده امامی که امام قادری جمع کرده است اون نشان دادم. التي فيها، در همه عقیده آمده است که عقیده که آنها قبول دارند، ان القرآن کلام الله خرج منه، با همین لفظ آمده بوده است در کتابشان. قرآن کلام الله هست، از الله برآمده است. خرج منه یعنی خرج منه به معنای خیلی که در بالا گفت از الله تعالی شروع شد. منه بدأ، از الله تعالی شروع شد. خرج منه، از الله تعالی برآمد. فتوقف فی هذا اللفظ، یعنی در همین لفظ باز ایستاد، همین قدر گفت که قرآن کلام الله است، از الله برآمد، گفت در کتاب عقیده قادری. بعد فقلت هكذا قال صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین خیل گفتن. ببینید این نقل شیخ الاسلام ابن تیمیه از امام ذهبی میگن که هر حدیثی که شیخ الاسلام ابن تیمیه قدس الله روحه و طیب ثرا نمیداند و حدیث نیست. گفتم این سخن از جانب کی برآمد؟ از جانب امام ذهبی، امامی متفق علیه، امام ذهبی. حتی اهل بدعت امام ذهبی را پیروی دارند، کتابهاشون مانند کبایر، مانند دیگر کتابهای سیر و اعلام نبلا، کتابهاشون میخوانند. امام ذهبی قبولتر دارند نسبت شیخ الاسلام ابن تیمیه و نسبت دیگر شاگردشان. برای چی؟ برای اینکه امام ذهبی مانند شیخ الاسلام به اهل بدعت سخت گپ و دروش معامله نبودند، ولی به هر حال یکی از شاگردهای نزدیکی شیخ الاسلام رحمت الله علیه می باشند. خب این حدیث را شیخ الاسلام نقل کردند و حافظ ابن رجب هم در کتاب جامع العلوم والحکم این حدیث را آوردند که و هكذا قال صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم چنین گفتند. چی گفتند؟
ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه یعنی القرآن. بنده به الله تعالی نزدیک نمی شود به یگان نوع عبادت مثل آنی که از الله تعالی برآمده است، یعنی قرآن. بهترین عبادتی که بنده به الله تعالی نزدیک می شود به آن چیزی که از الله تعالی برآمده است، یعنی قرآن. بنابراین ابن مسعود گفتن که اگر بنده الله تعالی را دوست دارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست دارد بسیار قرآن میخواند. و بعض صحابه ها گفتن که مانند حضرت عثمان لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر قلب شما پاکیزه میشد از سخن پروردگارتان سیر نمیشدید. قرآن میخوانید بس کردنتان نمیبیاد. خیر در ما و شما همه وقت خیلی نباشدن بعضی حالت ها میشود که انسان حس میکند که قرآن یعنی یک نوع به نفس و روحش میفارد و نمیخواهد که تمام کند. و بعضی علمای گذشتگان میپرسیدند که پروردگارا برای من یک آواز فارم تهکی با آن قرآن قرائت کنم و چشم آبی چشمی فراوانده، یعنی با این لذت دیگر لذت ها برابر نمیشه، برای اینکه لذت از صفت الله هست که این مخلوق نیست. وقتی که شما از زن و دنیا از پول و مال دنیا لذت میبرید اون مخلوق است، اما لذت از قرآن لذت از خالق است. بنابراین میپرسیدن آواز خوشرو و آب دیده فراوان و قلبی که با زبان موافقت میکند. قرآن میخواندن میفهمیدن با یک عجایب لذت. کسی که اگر در این دنیا زندگی کند قرآن را از زبان عربی با خط عربی با تجوید خوانده نتواند و معنای قرآن را نفهمد، مزه لذت دنیا را نچشیده رفته است از این دنیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ بنده به الله تعالی نزدیک نمی شود به چیز مانند آنی که از خودش برآمده است، یعنی قرآن. یعنی بهترین عبادت این تعلیم قرآن و قرائت قرآن است. گفتم خب و قال خباب ابن الارت، شیخ الاسلام از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث آوردن. بعد از خباب ابن ارت یکی از صحابه های متقدمین که در راه این دین مقدس اسلام شکنجه شدند، عذاب کشیدند، نقل کردند که یا هنتا، خباب ابن ارت به یکی از دخترانش میگه که ای جیگرم تقرب الی الله بما استطعت، کوشش کن به الله تعالی به هر کاری که میتوانی نزدیک شو، به هر یک عبادتی که میتوانی نزدیک شو. فلن يتقرب الیه بشیء احب الیه مما خرج منه، بنده به الله تعالی چونان نزدیک نمیشود مثل آن نزدیکی که به آن چیزی که از الله تعالی برآمده است با آن نزدیک شود. یعنی مثل قرائت قرآن بنده به الله تعالی نزدیک نمیشد. بنابراین ابن القیم رحمت الله علیه گفتن که اگر دانی که خواهی که دانی که الله تعالی تو را دوست می‌دارد یا نمی‌دارد، پس به قرائت قرآن خودت نظر کن. اگر دیدی که قرآن را بسیار تلاوت می‌کنی آنا اللیل و اطراف النهار، یعنی شب و روز اگر بینی که قرائت قرآن می‌کنی، دان که در این صورت الله تعالی تو را دوست می‌دارد. بنابراین صحابه ها پرسیده شدند که کیف تحذبون القرآن، قرآن را چگونه حذف میکنید، یعنی چگونه تکرار میکنید؟ گفتند که 3 سور، 5 سور، 7 سور، 9 سور، 11 سوره و 13 سوره، ثم من سوره القاف الى آخر القرآن. گفتند یعنی 3 سوره، یکم روز 3 سوره، دوم روز 5 سوره، یعنی از طرف بقره، سیوم روز 7 سوره، چهارم روز 9 سوره، پنجم روز 11 سوره، ششم روز 13 سوره، هفتم روز از سوره قاف تا سوره ناس. یعنی در یک هفته یک مرتبه ختم میکردند و این ختم قاری های قرآن است. اگر کسی که همین گونه قرآن را در یک هفته یک مرتبه ختم کند قرآن را فراموش نمی کند. و قال ابو بکر الصدیق لما قرأ قرآن مسیلمة الكذاب ان هذا الكلام لم يخرج من الا، وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله عنه قرآن مسیلمه کذاب را خواندند، مسیلمه کذاب قرآن نوشته بود الفیل ما الفیل و ما ادراک ما الفیل خرطومه طویل بطنه کبیر و ذنبه قصیر، یا اینکه العاجنات عجنا
و به همین مانند به سوره نازعات و به سوره مرسلات مانند میکرد و به سوره فیل و همین خیلی قرآن میخواند. وقتی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این قرائت مسیلمه کذاب را شنیدند، گفتند که این هذا الکلام لم یخرج من ایل، این کلام از الله نبرآمده است. گفتند ایل یعنی رب، این کلام از پروردگار نبرآمده است. گفتند وقتی که سخنهای مسیلمه را عمرو بن العاص شنید و حالان که عمرو بن العاص کافر بود، عمرو بن العاص رضی الله عنه وقتی که مسیلمه را وا خورد، مسیلمه عمرو را دعوت کرد. عمرو گفت بیا، گفت دینی مرا قبول کن. یعنی چه خیلی که شما اهل حجاز به شما پیغمبر آمد، من به اهل نجد پیغمبر شدم. چه خیلی که به پیغمبری شما سوره فیل آمد، برای منم سوره فیل آمد. گفته وقتی که کمتر از همین سوره هایی که بافته بود خواند، عمرو بن العاص برای او چی گفت؟ عمرو بن العاص سبحان الله کافر است ولی عرب است. گفت که یا مسیلمه، گفت ای مسیلمه والله انك تعلم انی اعلم انك کذاب. گفت ای مسیلمه تو میدانی که من میدانم که تو دروغچی هستی، یعنی تو در قرارت قلبت میدانی که من به این سخنات باور نمیکنم. گفت حالا آنکه عمرو بن العاص کافر بود لیکن عرب بود، راستگوی بود، میفهمید سخن الله را از سخن غیر الله تعالی. خلاصه حضرت ابوبکر هم گفتند که این سخن از پروردگار نبرآمده است. گفتند و جاء فيها من الایمان به، از جمله آن چیزهایی که سخنهایی که در عقیده واسطیه آمده است، سخن این است که من الایمان به، از جمله سخنهایی که در کتاب عقیده واسطیه آمده است و جاء فيها ومن الایمان به الایمان بان القرآن کلام الله منزل غیر مخلوق منه بدأ و الیه یعود و ان الله تکلم به حقیقتا. یعنی در عقیده واسطه اون وقتی که اینجا رو قرائت کردن، از جمله ایمان آوردن به الله تعالی، ایمان آوردن به این که قرآن سخن الله است، کلام الله است. منزل غیر مخلوق، قرآن نازل شده هست، مخلوق نیست. منه بدأ و الیه یعود، از جانب الله تعالی شروع شد و بازگشت به سوی الله تعالی میکنه در آخر زمان. و ان الله تکلم به حقیقتا، و الله تعالی حقیقتا گفته است، قرآن را سخن کرده است الله تعالی. و ان هذا القرآن الذي انزله الله على محمد صلی الله علیه وسلم هو کلام الله حقیقتا. و البته این قرآنی که الله تعالی به حضرت محمد علیه السلام نازل کرد در حقیقت این کلام الله تعالی است، لا کلام غیره، این کلام غیر الله تعالی نیست. ولا يجوز اطلاق القول بانه حکایه عن کلام الله او عباره، و جایز نیست که اطلاق قول به آن که این قرآن کلام حکایت از کلام الله تعالی یا عبارت از کلام الله تعالی گفتن اجازت نیست. این در عقیده واسطیه آمد، برای شما شرح گفتیم در درس گذشته. وقتی که همین جا آمد و در دوام شیخ الاسلام میگه بل اذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله فإن الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا. یعنی گفته شده است که بلکه اگرچه مردم قرآن را قرائت کنند یا اینکه در مصحف ها نویسند، با این از اینکه او سخن الله هست بیرون نمیبراید. اگرچه در از زبان مردم تلاوت شود، با دست مردم در کتاب ها نوشته شده باشد، هم قرآن از آن که سخن الله تعالی هست بیرون نمیبراید، چون که کلام اضافه کرده می شود، نسبت داده می شود حقیقتا به سوی آن شخصی که اولین شده ابتداء گفت است، نه به آن شخصی که قرآن را همچون مبلغ و مؤدی، همچون ادا کننده و همچون رساننده سخن کسی را رسانده است به او نسبت داده نمی شود. سخن به گوینده خودش نسبت داده می شود. اگرچه مبلغ ها آنهایی که سخن ادا کردند و آورده رسانیدند دیگرها هستند، لیکن سخن از آن گویندش است. فتمعظ بعضهم من اثبات کونه کلام الله حقیقتا. بعضی آدم ها تمعظ، چی معنای تمعظ؟ یعنی غضب کرد و علم کشید. هم غضب با هم درد دارد از شنیدن این سخن ها و این از رویش معلوم است و از سخنهاش معلوم است. برای چی غضب کرد؟ برای آنکه گفته شده است که اثبات کرده شده است که قرآن در حقیقت کلام الله تعالی است
برای این سخن غضب کرد. بعد تسلیمه ان الله تعالی تکلم به حقیقتا، بعد اینکه تسلیم شد به اینکه در حقیقت الله تعالی قرآن خودش گفته است، به این تسلیم شد، اما حقیقتا با آمدگینده غضب کرد. ثم انه سلم ذلك لما بين له ان المجاز يصح نفيه و هذا لا يصح نفيه. و این آدمی که غضب کرد این هم دیگر سکوت کرد وقتی که بیان کرده شد که مجاز را نفی کردنش درست است، اما نفی کردن حقیقت بودن قرآن درست نیست. و هذا لا يصح نفيه. ولما بين له أن أقوال المتقدمين المأثور عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامه حقيقة فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك. وقتی که برای آنها بیان کرده شد که ببینید سخنهای متقدمین مانند سخن حضرت ابوبکر، عمر یا حضرت سعید بن مسیب، حسن بصری، ابراهیم نخعی، سخنهای گذشتگان وقتی که به ما رسیده آمده است به واسطه چندین مردها، ما آن سخنها را نقل میکنیم، به مردم میگوییم، نه که از نام آنها میگوییم. و این شعر شاعرهای ببینید، فلان شاعر در شعرش گفته است شعرهای زمان جاهلیت بود، از قرآن پیشتر، حالی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر نبوده، شعرهای زمان جاهلیت را عربها میخواندن، قرائت میکردن، برای لغت عربی را فهمیدن. شعر نسبت به کی داده میشد؟ نسبت به همون شاعری که اولین شده گفته است. هو کلامه حقیقتا، این شعرها در حقیقت سخن آنها است، بنابراین قرآن از آنها کمتر نیست. قرآن هم به گوینده اولش نسبت داده میشود. فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن. تمام جماعت در مسئله قرآن موافقت کرد. و ان الله تکلم حقیقتا، با آنکه الله تعالی در حقیقت قرآن را گفت است. و ان القرآن کلام الله حقیقتا لا کلام غیره، قرآن کلام الله است در حقیقت، نه کلام غیر الله تعالی است. در این مسئله همه موافقت کرد. ولما ذکر فیها، وقتی که در عقیده واسطیه جاش آمد که ذکر شده است در آنجا که ان الکلام انما یضاف حقیقتا الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤدیا استحسنوا هذا الكلام وعظموه. وقتی که همین سخن شنیدند سخن نیک شماریدند و بزرگ شماریدند، برای اینکه همه آنها علمای فقه، علمای تفسیر، علمای لغت، علمای تاریخ، لیکن به علم عقیده فقط ایمان آوردیم به الله و کتابهایش و روز قیامت و تقدیر و نیکی و به پیغمبرهای و کتابها میگفتن تمام. در مثلا یک مسئله طهارت یا تیمم بحر بودن، یا در مسئله طلاق و نکاح بحر بودن، یا در مسئله های تاریخی بحر بودن، یا در مسئله های سیر علما بحر بودن. ولی در عقیده واقعا چخیلی که بعضی علمای کبار و بعضی علمای کلانسال گفتن که ما اسلمت معارفنا الا بید ابن تیمیه، ما معارف ما، خداشناسی ما در دست ابن تیمیه راست شد. گفتن یعنی ما حقیقت اسلام را، حقیقت الله تعالی و صفاتهای الله تعالی در دست این بنده شناختیم. گفتن و اینجا هم وقتی که این سخن یکم براتب شنیدن استحسنوه، یعنی نیک شماریدن، و عظموه، بزرگ شماریدن. یعنی این آدمایی که نیک شماریدن و بزرگ شماریدن طالب علمای عادی یا آدمهای عوام نیستن برادرها، بزرگترین علمای امت اسلام هستند در یک زمانه. استحسنوا هذا الكلام، این کلام خوشرو شماریدن و بزرگ شماریدن. کدام کلام؟ همون کلامی که گفتن که شیخ گفتم الکلام انما یضاف حقیقتا الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤدیا. کلام نسبت داده میشه به آن شخصی که اول شده گفت است، نه به آن شخصی که سخنی به رسانیده است. و اخذ اکبر الخصوم یظهر تعظیم هذا الكلام. بزرگترین خصم یعنی دشمنانی که با شیخ الاسلام تیمیه یعنی جنگ و جنجال و کشاکشی میکند، اکبر الخصوم یظهر تعظیم هذا الكلام، شروع کرد برای بزرگ شماریدن این کلام، کابن الوکیلی و غیره، مانند صدرالدین ابن وکیل و غیره. او همین اگرچه اشعری بودن این سخن بزرگ شماریدن. و اظهر الفرح بهذا التخلیص، و خرسنده خدا آشکار کردن برای همین خلاصه کلام، برای این تلخیص، یعنی یک چیزی اشکال را و مردم با یک وجه ساده، با یک زبان شیرین و فهما برای فهماندنشان خرسنده آشکار کردن. و قال، و گفتن که
انک قد ازلت عنا هذه الشبهه، تو از ما این شبهه رو دور کردی گفتند. و شفیت الصدور، به قلب ها شفا دادی گفتند. و یذکر اشیاء من هذا النمط، و غیر این مانند همین گونه سخنها ذکر کرده میشد. یعنی آنها به شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیهم ثنا گفتند و همین گونه است نهج علما. علما رو برای چی الله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء، عالم حقیقی از الله تعالی میترسد. بله گاه می شود حسدش غلبه میکند، ولیکن گاه می شود باز تقوایش غلبه کرده حقیقت را بیان میکند. این بود درباره مناظره شیخ الاسلام رحمت الله علیه که آیید مسئله قرآن بود، برای شما ترجمه کردیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.